سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام تفاوت زغال و کنته رو به طور کامل برای شما بررسی بکنم. همونطور که پودر زغال و پودر کنته با هم دیگه تفاوت دارند، مدادهای زغالی و مدادهای کنته هم تفاوت خیلی زیادی با هم دارند که متاسفانه خیلی از دوستان به این نکته توجه نمی کنن. امروز میخوام داخل این ویدیو به طور کامل راجع به این موضوع ها برای شما توضیح بدم. ما برای اکثر کارهامون از پودر زغال استفاده می کنیم و سعی می کنیم که تمام طراحی و سیاه قلممون رو توسط پودر زغال سایه پردازی و حجم سازی بکنیم. در واقع استفاده کردن از پودر زغال رو اکثر دوستان توصیه می کنند به این دلیل که کیفیت بهتری داره و شما راحت تر میتونید سایه پردازی بکنید بدون اینکه کار شما لک بیفته. یکی از مهمترین خاصیت‌های پودر زغال این هستش که نسبت به پودر کنته سبکتر هست و به همین دلیل شما راحت‌تر میتونید سایه بزنید بدون اینکه کار شما لک بیفته. و تنها تفاوتش هم با پودر کنته همین نکته هست، به این دلیل که پودر کنته چربی بیشتری داره و موقع سایه زدن اگر که شما مهارت کافی رو نداشته باشید کار شما لک میفته که این یکی از مهمترین مشکلات اکثر هنرجوهاست. از پودرهای زغال مختلفی میتونید استفاده بکنید. این پودرها به صورت فشرده و آماده هستند و شما در برندهای مختلف میتونید تهیه بکنید. این پودر زغال کرتا کالر هستش که کیفیت خیلی عالی داره، سبک هست و شما به راحتی میتونید لایه لایه تیرگی ها رو اضافه بکنید بدون اینکه کارتون لک بیفته. و یکی از مهمترین نکاتی که شما باید توجه بکنید در تهیه پودر زغال کرتا کالر این که اصل باشه این هستش که این بارکد باید در زیر بسته شما وجود داشته باشه و این نشون دهنده اصل بودن پودری هستش که شما تهیه کردید. برای استفاده کردن از این پودر زغال حتما پودر رو داخل یک ظرف کوچیک‌تر که در بسته هست بریزید و راحت‌تر استفاده بکنید و برای هر بار استفاده کردن قلموتون رو داخل قوطی اصلی پودر نبرید، به این دلیل که اگر بیش از حد در قوطی باز باشه به دلیل رطوبتی که در هوا وجود داره به پودر شما آسیب میزنه. پس ما برای اکثر کارهامون از پودر زغال استفاده میکنیم. حالا شما میتونید در برندهای مختلفی تهیه بکنید و یا زغالهای فشرده رو بخرید و خودتون پودر بکنید که خیلی تفاوتی ندارند و شاید مهمترین تفاوت بارزشون این باشه که زغالهای فشرده نسبت به پودرهای آماده تیرگی بیشتری دارند. این هم پودر کنته هستش از برند ویونا. اگر که دقت بکنید پودر کنته خشک هستش و پودر کنته چرب هم وجود داره. با توجه به نیازمون ما میتونیم از پودر کنته مناسب استفاده بکنیم. یکی از مهمترین نکته هایی که راجع به کنته ها وجود داره و باعث میشه که نسبت به زغال یک تفاوت اساسی داشته باشن این هستش که پودرهای کنته در رنگ های مختلفی وجود دارند، درست برخلاف پودرهای زغال که کاملا تیره هستند. پس پودرهای کنته رنگ‌های مختلفی دارند و شما موقع خرید میتونید به رنگ‌هاشون توجه بکنید و رنگ مناسب را تهیه بکنید. معمولاً در طیف‌های خاکستری و رنگ‌های قهوه‌ای هم وجود دارند. نکته بعدی راجع به پودرهای کنته و مدادهای کنته این هستش که چربی خیلی بالایی دارند و تیرگی یک دست و مخملی مانندی رو به سطح کار شما میدن. این تیرگی زیاد گاهی اوقات برخلاف میل ما هستش و باعث میشه که کار ما لک بیفته. پس ما از پودر کنته توی قسمت‌های خاص استفاده میکنیم. معمولاً برای کشیدن چهره و اجزای چهره از پودر کنته استفاده نمیشه.
برای قسمت‌های مختلف مثل لباس یا بک‌گراند کار که نیاز به یک تیرگی کامل و یک دستی داریم، میتونیم از پودر کنته و یا دوده استفاده بکنیم که تفاوت خیلی زیادی ندارند، هر دو به صورت کامل تیره هستند. ما تا اینجا راجع به پودرهای کنته و پودر زغال به طور کامل براتون توضیح دادم و بیشترین استفاده هم که ما توی کارهامون میکنیم از پودر زغال هستش. همونطور که براتون تا به اینجا توضیح دادم، پودر زغال سبکتر هستش و ما راحت تر از این پودر میتونیم استفاده بکنیم تا سایه های یک دست و لطیفی رو داشته باشیم. تمام توضیحاتی که راجع به پودرها گفتم راجع به مدادها هم هست، منتها توجه نمی کنیم ما به مدادهای مختلف. این که اول از همه من میخوام راجع به مداد کنت پاریس برای شما صحبت بکنم. این مداد برندش کنت پاریس هست و جنس مغزی مداد هم کنته هستش. پس با توجه به این اسمهایی که داره شما میدونید که برند کنت پاریس این مدادها کنته هستند. اگر که شما روی یک کاغذ و روی مقوا تست بکنید کاملا متوجه میشید تمام نکاتی که راجع به پودر کنته گفتم راجع به این مداد هم برقرار هستش. تیرگی خیلی زیادی داره، چربی مداد بالا هستش و اینکه در رنگ‌های مختلف هم وجود داره. معروفترین برند مداد کنته‌ای که توی بازار هستش و ما معمولاً ازش استفاده می‌کنیم کنت پاریس هستش. به دلیل کیفیت خیلی عالی که داره معمولاً استفاده خیلی زیادی هم داره. من روی این مقوا تست می‌کنم و شما اگر که دقت بکنید زمانی که این مداد رو روی سطح کارتون می‌کشید، اگر که بیاید توسط یک وسیله به طور کامل این رو محو بکنید، یک تیرگی خیلی یک دست و مخملی مانندی رو میگیریم و اینکه زمانی که شما مداد رو به طور مستقیم میارید روی مقوا، پودرهای مداد هم ایجاد میشه که در صورت سایه زدن و پخش کردن فضای اطراف رو هم شما میتونید به طور کامل تیره بکنید. پس من این تیرگی رو توسط مداد کنته B3 برند کنت پاریس اجرا کردم و توضیحاتی رو هم که راجع به پودر کنته گفتیم راجع به این مداد کنته هم دقیقاً میتونیم بگیم و مشترک هستش. برند دیگه کنته‌ای که ما ازش خیلی استفاده می‌کنیم مدادهای کنت ماریس هستند که شماره های مختلفی دارن. این مدادها هم کنتند، یعنی مغزی مدادها از جنس کنته هستش، اما با توجه به اینکه کیفیتشون در حد کنت پاریس نیستش، ما میتونیم در واقع از این مدادها استفاده بکنیم و در نظر داشته باشیم که تیرگی که ایجاد میشه نسبت به کنت پاریس خیلی کمتره. پس ما از کنته ماریس هم توی کارهامون استفاده میکنیم. البته که برندهای خیلی مختلفی توی بازار هستش و من پرکاربردترین ها که بین هنرمندها رایج تر هست رو دارم برای شما معرفی میکنم. خب پس ما تا اینجا راجع به پودرها صحبت کردیم، پودر کنته رو بررسی کردیم و مدادهای کنته رو هم به شما معرفی کردیم. موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره و یکی از برندهای شناخته شده هستش و ما از مدادهاش استفاده میکنیم برند فابر کاستل هستش و اگر که دقت بکنید روی این مداد نوشته شده چارکوال، یعنی زغال. این مدادها جنس مغزی مداد از جنس زغال هستش، یعنی دقیقاً کیفیتش مشابه پودر زغال هستش که ما اینجا راجع
راجبش صحبت کردیم و کاملا با مدادهای کنته تفاوت داره. پس برند فابر کاستل مدادهای زغالی داره که شما اکثرتون تهیه کردید، اما به این نکته توجه نکردید که خیلی تفاوت وجود داره بین برند فابر کاستل و کنته پاریس. من این مداد رو هم تست میکنم. شما هم حتما این مدادها رو تست بکنید و تفاوتی که دارند رو متوجه میشید. اگر که دقت بکنید مدادهای زغالی سبکتر هستند، یعنی اون تیرگی که ایجاد میکنند رو شما راحت میتونید محو بکنید و اون رد مداد باقی نمیمونه. اگر که در طی مراحل کار و سایه پردازی از این مدادها بخوایم استفاده بکنیم، با توجه به کیفیتی که دارند شما به راحتی میتونید اینها رو از هم تفکیک بکنید و توی جاهای مختلف از هر کدوم اینها استفاده بکنید. برای قسمت‌های اولیه کار، زمانی که شما میاد یک لایه زیر سایه توسط پودر زغال ایجاد میکنید و احساس میکنید که نیاز هست اون قسمت تیرگی بیشتری داشته باشه، شما میتونید از این مدادهای زغالی به طور مستقیم روی کارتون استفاده بکنید و توسط قلمموها محو بکنید. در واقع این مدادها به دلیل کیفیتی که دارند و از جنس زغال هستند با پودر زغال هماهنگی دارند و باعث میشه که به طور کامل محو بشه و اون تیرگی به صورت کاملا یک دست و یک نواخت روی سطح کار شما ایجاد بشه. اما برای قسمت‌های مختلف از مدادهای کنته هم استفاده می‌کنیم که این کاملا متفاوت هست و بستگی به مدل شما داره با توجه به جزئیاتی که می‌بینید. پس حتما توجه بکنید مدادی که تهیه میکنید روش نوشته شده باشه چارکوال و یا کنته، چون که جنس کنته و زغال همونطور که براتون توضیح دادم خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. مدادهای جنرال هم یکی از معروفترین برندهای مدادهای زغالی هستن که کیفیت خیلی عالی دارن. شما از این مدادها هم میتونید استفاده بکنید و اینکه درجه های مختلفی دارن. برای مثال این مداد B6 هست که اکسترا سافته و در واقع مداد سافتی هستش و شما میتونید استفاده بکنید. شماره HB B2 B4 هم داره که با توجه به درجه تیرگیشون کیفیتشون هم متفاوت هستش. پس ما تا به اینجا راجع به کنته ها و زغال به طور کامل توضیح دادیم و شما تفاوت مدادهای کنته و مدادهای زغالی رو متوجه شدید. این که شما تفاوت رو بدونید فعلا کافی هستش، چون که استفاده کردن از این مدادها با توجه به کاری که داریم انجام میدیم در واقع متفاوت هست. و نکته‌ای که به صورت کلی میتونم اینجا به شما بگم این هستش که معمولاً توی مراحل اولیه کار قبل از سایه پردازی و یا در بین سایه زدن شما با خیال راحت تری میتونید از مدادهای زغالی استفاده بکنید و برای گذاشتن تیرگی هایی که خیلی شدید هستند و در انتهای کار لازم هست که به سطح کار شما اضافه بشه و یا گذاشتن تیرگی های مطلق، ما میایم از مدادهای کنته استفاده میکنیم. راجع به برند ماریس هم برای شما توضیح دادم. با توجه به کیفیت متوسطی که داره ما در بین کارمون هم از این مداد استفاده میکنیم، چون چربی خیلی بالایی نداره با توجه به اینکه کنته هستش. ما برای کارهامون علاوه بر این که از پودر زغال آماده استفاده میکنیم میتونیم از زغالهای فشرده هم استفاده بکنیم. همونطور که براتون توضیح دادم یکی از معروفترین برندهای زغال فشرده برند کرتا کالر هستش که شما میتونید زغال‌های لوله‌ای اکسترا سافت رو تهیه بکنید. این زغال‌ها تیرگی خیلی زیادی دارند و برای کارهامون مناسب هستند. اگر که دقت بکنید تفاوتی که توی این قسمت ها ایجاد شده خیلی زیاد هستش، به این دلیل که این مدادها
در واقع مداد کنت پاریس و مدادهای زغالی تیرگیشون در حد مداد هستش، اما این زغالهای فشرده تیرگی خیلی زیادی رو دارند و اینکه برند کرتاکالر خیلی برند عالی هست، کیفیت مدادها و زغالهاش عالی هست و شما به راحتی میتونید از این زغالها تهیه بکنید. و نکته هم که وجود داره اینه که ما داریم از این زغالهای کرتاکالر که لوله‌ای هستند استفاده میکنیم و اکسترا سافتند. زغالهای مربعی هم داره که زغالهای مربعی 1 درجه از این زغالها هم تیرگیشون بیشتر هست که ما از این زغالها استفاده بیشتری رو میکنیم و پرکار. کنته فشرده برند کنت پاریس شماره B2 نسبت به همه اینها تیرگی بیشتری داره و توضیحاتی که راجع به پودر کنته و مداد کنته گفتم رو دقیقاً ما میتونیم توی این کنته ببینیم. این که چربتر هستش، تیرگیش خیلی زیاده، حالت مخملی داره و به صورت کاملا یک نواخت و پیوسته ما میتونیم این تیرگی رو ایجاد بکنیم. منتها نکته‌ای که وجود داره در ایران این کنته های فشرده خیلی سخت پیدا میشند، اما از نظر کیفیت فوق‌العاده هستند و تیرگی کاملا یک دست و یک نواختی رو به ما میدن. خب من سعی کردم که داخل این ویدیو تفاوت‌هایی که بین زغال و کنته وجود داره رو به طور کامل برای شما توضیح بدم و مهمترین هدف من این بود که شما تفاوتی که بین مداد کنت پاریس و مدادهای فابر کاستل وجود داره رو متوجه بشید، چون بین این دو برند تفاوت خیلی زیادی هستش، مخصوصا مدادهای فابر کاستلی که در شماره های هارد، مدیوم و سافت وجود داره. مهم این هستش که شما به نوشته روی مدادها توجه بکنید. اگر که کنته نوشته بود، مغزی مداد از جنس کنته هست و در صورتی که زغالی باشه روی مداد نوشته میشه. دو تا برند معروفی هم که مدادهای زغالی خوبی دارند، یکی جنرال هست و یکی هم فابر کاستل، و اینکه در طی استفاده کردن از این مدادها توی مراحل کارمون هم ما باید توجه بکنیم و در طی یک مدلی که کار میکنیم معمولا این تفاوت‌ها رو من به شما توضیح میدم تا از مداد درستی استفاده بکنید.
خب من در آخر این ویدیو میخوام راجع به مدادهای دیگه ای هم که وجود داره برای شما توضیح بدم. یکی مدادهای گرافیتی هستند که در برندهای مختلف وجود دارند. متریال اصلی این مدادها گرافیت هستش و تمام خاصیت هایی که راجع به گرافیت وجود داره در این مدادها علاوه بر پودر گرافیت وجود داره. در واقع گرافیت براق هستش، سبکتر هست و در واقع اگر که شما بیاید از این مدادها استفاده بکنید کاملا تفاوتشون رو با زغال و کنته متوجه میشید. و مدادهای بعدی که کاربرد خیلی زیادی دارن مدادهای مارس لوموگراف هستند که معمولا از برند استدلر استفاده میکنیم. این مدادها متریالشون از جنس لوموگراف هستش و کاملا تفاوت دارند با مدادهای زغالی، مدادهای کنته و مدادهای گرافیتی. تقریبا شبیه به مدادهای گرافیتی هستن با این تفاوت که تیرگیشون خیلی بیشتره و مهمترین نکته‌ای که باعث میشه ما از این مدادها استفاده خیلی زیادی بکنیم این هستش که برق نمیندازن و شما به راحتی میتونید برای اجرا کردن بافت پوست از این مدادهای لوموگراف استفاده بکنید. امیدوارم که این نکاتی که برای شما توضیح دادم براتون مفید بوده باشه و موقع خرید و استفاده کردن از مدادها توجه بکنید که کیفیت مدادتون در چه حدی هست و اینکه جنس مداد زغال هست و یا کنته.